7 سال پیش گروه تندگرای به نام دولت اسلامی با وحشیگری در شهر سنجر در شمال عراق هزاران مرد یزیدی را کشتند و دختران جوان را تجاوز کردند و به غلام جنسی تبدیل دادند. سازمان ملل کاری آنها را نسل کشی نامید. لمیه حجی بشار یکی از دخترانی است که سال 2014 به دست داعشیان افتاد. 16 ساله بود. سال 2016 جایزه معتبر سخاروف را گرفت که اتحادیه اروپا برای حمایت از حقوق انسان می‌دهد. 7 سال گذشت ولی طلب‌های ما اجرا نشدند. سنجر را بازسازی نکردند که مردم برگردند. مردم از زندگی در خیمه‌ها خسته شدند. بسیاری از دختران، زنان و فرزندان ما را از دست داعش آزاد نکردند. یگان عضو داعش را هم برای جنایت‌هایشان جزا ندادند. لمیه سال 2016 از اسارت داعش گریخت. دیگر خلافت این گروه تروریستی وجود ندارد ولی به گفته حامیان حقوق 2600 زن و دختر یزیدی بینشان هستند. 200,000 یزیدی دیگر در سراسر عراق پریشانند و در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند. 7 سال برای این مردم که هدف نسل کشی بودند و همچنان در خیمه زندگی می‌کنند وقتی بسیار زیاد است. جامعه بین المللی و حکومت عراق باید یکجا تغییرات به وجود بیاورند. پارلمان عراق امسال با قبول قانون برای زنان یزیدی جبران تعیین کرد ولی اکثرشان میگویند این قانون روی کاغذ مانده است. هر سال به ما وعده‌های یکسان می‌دهند ولی چیزی تغییر نمی‌یابد. میگویند که داعش دیگر نیست. اگر نیست پس گمگشته‌های ما کجایند؟ پارلمان برای یزیدیان بازمانده قانون قبول کرد. چرا اجرا نمی‌شود؟ باید عمل کنند. تحلیلگران میگویند پیش از همه جنایتکاران جزا داده شوند. در عراق هنوز این را نمی‌بینیم که به جامعه یزیدیان و دیگر بازمانده ها گفته باشند ما می‌دانیم در حق شما و جامعه شما چنین جنایت شده است. ما این جنایتکاران را به جوابگری می‌کشیم و همین مسئله مهم حالا رسیدگی نکردند. همین گونه آینده بازماندگان یزیدی و همقومان پهن و پریشانی آنها نامعلوم باقی میماند.